الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 14 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه احادیث چند به شما ذکر میکنیم و بیان مینماییم که اولین دعوت و مهمترین دعوت که پیش از همه چیز می ایستد، این دعوت به سوی توحید، دعوت به سوی لا اله الا الله، دعوت به سوی کفر بالطاغوت است. معنای سخن ما چیست؟ وقتی که یک انسان میخواهد که مردم را به سوی اسلام دعوت بکند، اول باید به سوی توحید دعوت بکند. اول باید لا اله الا الله را تعلیم بدهد. اول به سوی یکتاپرستی دعوت بکند. اول به سوی توحید و ترک شرک، به سوی اخلاص و ترک شرک دعوت بکند. و بعد از این به نماز و بعد از نماز، بعد از این زکات و آهسته آهسته بعد از این رکن اسلام. پس دعوت به سوی توحید پیش از دعوت به سوی نماز است. امروز میبینیم که انسان ها دعوت میکنند یک انسان را به نماز، فکر میکنند که فقط به نماز خواندن مسلمان میشود و دیگر توحید را خبر نمیدهند و این انسان بیخبر از توحید میماند، در حالتی که احادیث رسول اکرم دلالت میکند که ما باید اولین خبرمون از توحید باشد. نه فقط من باب دعوت، نه فقط در دعوت، در حالت تعلیم دادن. وقتی که کسی را میخواهید که تعلیم بدهید، کسی را میخواهید که از اسلام با خبر بکنید، اولین چیزی که با خبر بکنید، اولین چیزی که همون رو باید تعلیم بدهید، این توحید است. توحید چیست؟ یکتاپرستی الله است، شناخت الله است. البته بعد از این شناخت یکتاگی الله در ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات است و ترک شرک است. البته شناخت شرک، تعلیم شرک و ترک شرک است، الکفر بالطاغوت است. و بعد از این که این را فهمید، بعد از این نماز را تعلیم میدهید و برای اینکه نماز را یعنی انجام بدهد، وضو را تعلیم میدهید، نماز را تعلیم میدهید و دیگر فروضی که فرض‌هایی که در رکن اسلام آمده است تعلیم میدهید. اما اولین چیز توحید است. یک برادر میخواهد که خانواده خودش را تعلیم دینی بدهد، میخواهد که اهل خانه اش مسلمان باشند، میخواهد که خانواده اش را دعوت بکند. اولین چیزی که باید دعوت بکند، نه به سوی نماز، نه به سوی دیگر عبادت، بلکه به سوی توحید، یکتاگی الله سبحانه و تعالی، شناخت یکتاگی الله سبحانه و تعالی، تنهاگیش. دعوت به سوی توحید، دعوت به سوی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله است و کفر بالطاغوت. بارک الله فیکم. اما امروز میبینیم که یکی از کمبودی های بزرگ در جامعه مسلمان ها در بین امت اسلام انا همین ترک منهج است. یکی از کمبودی بزرگ این دعوت نکردن به سوی توحید است. میبینید که یک دعوتگر دعوت به سوی مسائل جزئی میکند، چندین سال است که دعوت میکند، از توحید سخنی نمیکند. یک برادر رو میبینید که اهل خانوادهش رو تعلیم میدهد، به مسائل جزئی از توحید بیخبر است. همه این عمل مخالف سنت رسول اکرم، مخالف منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، مخالف منهج صحابگان است. برای چی؟ برای که ما باید از اهمترین، از اهم شروع بکنیم، از افضلترین شروع بکنیم، از واجبیت اساسی شروع بکنیم. آنی که واجب است که دعوت بکنیم، تعلیم بدهیم که این منهج توحید است.
اولین چیزی که تعلیم میدهیم، دعوت میکنیم، باید این توحید باشد. بارک الله فیکم. پس سؤال به وجود می آید که اگر اولین چیزی که ما دعوت میکنیم توحید باشد، اولین تعلیمی ما باید توحید باشد، آیا به خاطر همین توحید را رسانیدن ما می توانیم که از بعضی از آزادی هایی که امروز بعضی از حکومت ها می دهد استفاده بریم و دعوتگر باشیم؟ مثلا یکی از حکومت ها فرق ندارد، اگر یگان حکومت علمانی باشد، دموکراتی باشد، چیزی نباشد، بگوید که مرحمت آزادی هست، هر کسی میخواهد دعوتگر بشود دعوتگر بشود، آیا جایز است که در همین حالت انسان رود دعوت کند، طالب علم اهل سنت دعوتگر باشد؟ بله جایز است، به شرط. شرطش این است که از دین خودش تنازلات نداشته باشد، یعنی از بعض جاهای دین دست نکشد. چه که امروز است، امروز دعوتگرها را میبینید که از بعض چیزها دست کشیده است، از کفر به طاغوت، از بیان کلمه حق الجهاد، یا که از بیان سبحان الله حقیقتی، یعنی دین که این حکم کردن به حکم الله و رسولش است، این مسائل رو یعنی بیان نمی کنند. البته نادرست است. یا که یعنی این چنین جایز است، در حالت جایز است دعوت نمودن در این نمودی کشورها که یعنی شرکیات نباشد، کفریات نباشد، گناه نباشد. یعنی هستند امروز بعضی از حاکم های دموکراتی، پاشاهای دموکراتی، پرزیدنت های دموکراتی، ببینید مثلا اروپا و بعضی از حکومت های کفری و حربی بگوییم، میگوید مرحمت آزاد است، هر کسی میخواهد از این آزادی استفاده کند، هر کسی میخواهد دعوت بکند. بار دیگر میگیم جایز است دعوت کردن به شرطی که از دینش دست نکشد، از بعضی چیزها تنازل نکند، شرکیات و کفریات و گناه نداشته باشد و به همون کفار دوستی و صداقت نشان ندهد. در این حالت البته جایز است که به یک دعوتگر رود دعوت بکند در بین مردم و شرک را آشکار رد بکند، با اونها با کفار عهد و پیمان نکند، کفار را، مرتدین و منافقین را مدح و ثنا نخواند، آشکار براءت را اعلان بکند، کفر به طاغوت را ذکر بکند، کفر به طاغوت را خودش ورزد، شرک را تنقید بکند و شرک را بیان بکند، کفر را بیان بکند، براءت از نظام کفری بکند، از این سودهای طاغوتی بکند، براءت اعلان بکند. این جایز است. علما میگن که این به مانند یعنی آزادی که بعد از صلح حدیبیه به مسلمان ها آمد، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در 7 هجری به قریش مشرکین مکه صلح کردند، بعد از این صلح حدیبیه انا همچنین آزادی ها به وجود آمد به مسلمانین که مسلمین در دینشون ثابت قدم می ایستادند و مشرکین را دعوت می کردند و چقدر مسلمان های زیادی به دین در آمده. در این حالت جایز است. پس ببینید اگر یک ملای بگوییم، یک طالب علم یا یک کسی دیگری خودش را دعوتگر بگوید، عالم اسلام بگوید، برود در این دولت های کفری همچون دعوتگر یا امام خطیب کار بکند و از بعض جایهای دین تنازل بکند، در شرکیات و کفریات و گناه واقع شود، یا که به همین حکومت کفری ها یعنی عهد و پیمان کند، اونها را مدح و ثنا خواند، براءت را آشکار نکند، کفر به طاغوت را آشکار نکند، نظام کافری که امروز هست این رد نکند و براءتش اعلان نکند، از این سودهای طاغوتی که امروز هست براءتش اعلان نکند. سبحان الله، عهد و پیمان کرد، مدح و ثنا بخواند از منبرها، بگوید که این است و آن است، اینو خوب است و آن خوب است، طرفداریش بکند. پس سبحان الله این از لشکری همونها شده است. این
خواست است که به واسطه این کفریاتش، شرکیاتش به اسلام مردم را دعوت کرده است. البته غلط است. این کفر است و شرک است و جایز نیست. علمای اهل سنت و الجماعت سبحان الله یک مسئله را ذکر میکنند. میگویند در سال چهارم، پنجم، در سال سوم، چهارم بگیم که چهارم، پنجم هجری، وقتی که یعنی 1000 سال پیش، تقریبا 1900 سال پیش، مصر در زیر دولت فاطمیان داخل می شود. یعنی یک دولت به نام دولت فاطمیان رافضی قرامطه به وجود می آید. بعضی از علمای اهل سنت و جماعت با این دولت عهد و پیمان می کنند. امام خطیبی مسجد می شوند. خودشون اهل سنت بودند. در مسجدها می برایند، در منبرها خطبه می کنند. همین حکومتی رافضگی قرامطه فاطمیین را میگن که این دولت خوب است و این است و آن است، دعا میکنند. علمای اهل سنت و جماعت این چنین یعنی دعوتگران را، حکمشان را مرتد می نامیدند و بسیاری از اهل سنت و جماعت از پشت اینها نماز نمی خواندند یا که نماز را گشته می خواندند. مسئله بینهایت وزنین است. پس دعوتگر شدن در دولت‌های کفری، امام خطیب شدن و مشغول به دعوت شدن به این شرط هست که از دین خود دست نکشید، بعضی دین قبول کنید، بعضیش قبول نکنید، به شرک و کفر واقع نشوید، به گناه واقع نشوید، به اونها عهد و پیمان نکنید کفری، براءت اعلان بکنید، کفر به طاغوت اعلان باشه. در این حالت جایز است، اما در غیر این صورت جایز نیست. اما امروز مفتیات مثلا تاجیکستان نگاه کنید، الله المستعان، کفریاتش را نگاه بکنید که تمام سنت های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از جانب این حکومت رد می شود. این حکومت آشکار به قرآن و سنت و به توحید می جنگد. یگان آزادی دینی وجود ندارد. مفتی خاموش است. ساکت در اینجا، ساکت بودن علما این موافق بودنش هست. ساکت بودن علما سبحان الله در این حالت این چی است؟ کتمان علم است. الله لعنت کرده است در سوره بقره آیه 159. چخیلی که علما میگن یعنی یک چیزی باطل رو بیند ساکت بیستد، این کتمان علم است. اما در مسئله های دیگر مدح و ثنا و در بالای منبر کنیسوسی خانی و دیگر وجود دارد، طرفداری مدح و ثنا و طاغوت و غیره، که البته از همین جهت این چنین انسان ها پیشوای اهل سنت و جماعت نیستند. اینها اهل بدعت واقع شده به کفریات و شرکیات هستند که اهل سنت و جماعت از اینها بیزار است. پس اولین چیزی که ما دعوت میکنیم دعوت به سوی توحید است. دعوت به سوی توحید، اما مشرک نشده، اما به کفر و به واسطه کفر نه، به واسطه شرک نه، به واسطه گناه نه، به واسطه بدعت نه، به این واسطه ها به سوی توحید دعوت کردن جایز نیست. از دین تنازل کرده دعوت میکنن گفتن نیست. مثلا بعضی جوان ها رو میبینید، بعضی جوان های اهل سنت خودشون رو اهل سنت میگند، میبینید که میگند من یوریستی میخوانم. یوریستی معروف است، حقوق شناس کفری به زبان روسی که تاجیک، ملت تاجیکی بیچاره بنواد این کلمه را بچهای جوانش دوست میگه یوریست. یوریست چیست؟ یوریست خواندن نظام و قانونهای گذاشته روسی کفار که بر بالای مردم گذاشته است. میروند در روسیه میخوانند یا که در تاجیکستان میخوانند، میگویند که من یوریست میشوم و به همین واسطه یوریستی من کمک میکنم به اسلام، این فایده دارد و اون فایده دارد. لا والله هیچ فایده ندارد. این حرام است. خوندن در این مناطق، در این نمودی تخصص علمی حرام است. آموختن یعنی قانونهای اونها گرچنده که مصلحت داشته باشند حرام است. بیاید توحید آموزید. توحید فراموش کردید، وقت ندارید که توحید بخوانید، یک 10 دقیقه و 20 دقیقه وقت خود را با آموختن توحید مشغول نمی کنید. اما میبینید که چقدر جوانهایی که عقل سالم دارد، جسم سالم دارد، میروند 5 سال و 10 سال حقوق می آموزند که در آخر نه حقوق خودشان نه حقوق کسی را دفاع کردن نتوانسته، در نزد کفار باز همان شرمندوی
سال گذشته خیلی شرمنده بودیم، سال هم خیلی شرمنده است. ما همون وقت عزت پیدا میکنیم، همون وقت عزیز میشویم که توحید آموزیم. توحید آموختی، عمل کردی، الله تو رو عزت میدهد. نه آموختی، عمل نکردی، در همه حالت خواری و ذلیلی. چرا که عزت در دست الله است. فإن العزة لله جمیعا. تمام عزت، جمیع عزت در نزد الله است، از آن الله است. یعز من یشاء و یذل من یشاء. الله کسی را خواهد عزیز میکند، کسی که موحد رو، الله مشرک رو عزیز نمیکند. یذل من یشاء، کسی را خواهد خوار و ذلیل میکند. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت از آن الله است و رسول الله است صلی الله علیه و سلم و از آن مؤمنین است، اما منافقا بیخبرند. پس برادران عزیزم، این مسائل فهمیدنش بینهایت ضرور است. ما باید درک بکنیم. از ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإليك وكرام أموالهم واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. حديث متفق عليه است، یعنی امام بخاری و مسلم تخریج میکنند. این حدیث بینهایت مسائل زیادی رو به من شما تعلیم میدهد. از ابن عباس روایت است، اما بچه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میگویند زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را به یمن میفرستادند، امروز یمن معروف است، در جزیره عرب است، به یمن میفرستادند، در همین زمان به معاذ نصیحت کردند، تعلیم دادند که چگونه باید دعوت کرده شود. چگونگی دعوت نمودن را به معاذ رسول الله تعلیم دادند. گفتند ای معاذ، هر آینه تو به یک قوم، به نزد قوم میروی که این قوم، این مردمی که تو به نزدشون میروی از اهل کتاب هستند. از اهل کتاب کیست؟ یهود و نصارا. یهود و نصارا اهل کتاب است. چرا؟ یهود کتابی یعنی انجیل و بگوییم نصارا از اهل کتاب تورات دارد. انجیل و تورات. پس یا تورات و انجیل، یهود تورات، موسی انجیل. پس اینها اهل کتاب هستند، کتاب هایی که الله سبحانه و تعالی نازل کرده بود. اهل کتاب به 3 قسم تقسیم می شوند. خیلی که علما میگن یک قسم از اهل کتاب هست که در زمان خودی حضرت موسی، در زمان خودی حضرت عیسی آمده است، به حضرت موسی و عیسی ایمان آورده است. اینها مسلمان بودند، موحد بودند و اینها ان شاء الله در روز قیامت با همراهی پیامبرانشون به جنت می درآیند. اینها مسلمون بودند، موحدون بودند، موحد بودند. دومین نمودی اهل کتاب اینها کسانی هستند که بعد از تحریف و تغییر شدن دین یهودیت یا دین یعنی نصرانیت آمده اند. بعد از اینکه کتاب‌های نوشته شده است، این کتاب‌های چهارگانه که اونها متی، بلقیس، یوحنا نوشته شده است و دین بعد از تغییر یافتن و این دینشون به تمام باطل شدن، یک عده امروز یا بگویم این عده در زمان رسول الله بودند که اینها خودشون را از اهل کتاب میگفتند، اما نمیدونستند که این دینشون چی است، باطل شده است. اینها مشرکین، اینها مشرک بودند، دینشون هم باطل بود. و سومین نمود اهل کتاب امروز اهل کتاب است که امروز اهل کتاب به 2 قسم تقسیم شود، یهود و خریستیان. یهود و خریستیانی که به دین باطل امروز اش یعنی دست میزند، عمل میکند، به این عبادتگاهش میرود، خودش رو خریستیان یا که بگویم یهود میگوید و به دینش اعتقاد دارد. و یک نمود دیگرش هست که اصلا خودش رو خریستیان یا که یهود میگوید اما
اصلا عمل به دینش نمی کند، به عبادتگاهش هم نمی رود، اینها ملحد و کمونیست بگویم، یا که اصلا یعنی دنیویت شده است و دینش رو فراموش کرده است، که این همین قسم دیگرش از اینها زن گرفتن هم، گوشتش رو خوردن هم حرام است، برای اون که اینها نامش اهل کتاب است، اما اصلا ببینید که یعنی حتی به معبد همون عبادتگاهش هم اصلا نمی رود. این اهل کتاب است. رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند ای معاذ، تو به نزد یک قومی برای دعوت کردن میروی که این اهل کتاب است، یهود و نصارا است. پس اولین چیزی که تو اونها رو به سوی همون دعوت میکنی باید چی باشد؟ به سوی شهادت لا اله الا الله باشد. شهادت چیست؟ ما گفتیم اقرار، تصدیق، قبول، فهمیدن معنای لا اله الا الله. اقرار کردن، تصدیق کردن، فهمیدن و دانستن و شناختن لا اله الا الله. یعنی اولین چیزی که ما کافرها رو باید به سوی همون دعوت بکنیم یا مسلمان ها رو که جاهل است دعوت بکنیم، این لا اله الا الله است. نیست معبودی بر حق به سوی بجز الله است. نیست معبودی بر حق بجز الله است. به سوی توحید الوهیت است، توحید عبادت است، به سوی توحید است. در روایت دیگر آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن اولین چیزی که تو باید دعوت بکنی این به سوی این چی است؟ ای وحید الله، این که الله سبحانه و تعالی را یگانه عبادت بکنند. یگانه الله سبحانه و تعالی خودش را عبادت بکنند، تنها الله را بپرستند. اگر بعد از این که تو دعوت کردی قبول کردند، یعنی توحید را قبول کردند، یکتا پرستی الله را قبول کردند، لا اله الا الله محمد رسول الله را معنیش را فهمیدند، قبول کردند، اقرار کردند، تصدیق کردند، بعد از این فهمون که الله سبحانه و تعالی برای اونها 5 وقت نماز را در یک شب و روز فرض کرده است و اگر این قبول کردند، بعد از این زکات را تعلیم بده که از بایهایشان گرفته و به فقیرهایشان داده می شود. ببینید سبحان الله، این دلالت میکند که اولین چیز توحید است و توحید پیش از نماز است. محمد ابن عبدالوهاب وقتی که در کتاب توحیدشون این حدیث رو میارند، در زیرش بینهایت مسائل زیاده رو ذکر میکنند. یعنی در زیر همین حدیث 11 فائده، 11 مسئله رو ذکر میکنند. اولا میگن که کون التوحید اول واجب، اولین واجبیت برای انسان چی است؟ توحید است. یعنی اولین فرض عین برای هر یک مسلمان، برای هر یک کسی که خودش رو مسلمان میگوید و مسلمان میشود این توحید است. و اولین دعوتم پیش از همه چیز باید چی باشد؟ به سوی توحید باشد. اولین چیزی که دین ما سر می شود، اولین چیزی که باید بدانیم پیش از نماز، حتی پیش از نماز، این توحید است. توحید نباشد نماز فایده ندارد، نماز فایده ندارد. برای همین اول توحید بعد نماز. و بعد از این میگن سوم مسئله معنای یوحد الله، یعنی معنای شهادت ان لا اله الا الله است. یعنی یوحد الله یعنی یگانه الله را عبادت کنید، معناش اینه که معنای شهادت لا اله الا الله است. و یک مسئله دیگر این است که شیخ محمد بن عبدالوهاب میگن در بعضی حالتها می شود که یک انسان اهل کتاب باشد اما خودش نمیدوند که اهل کتاب است، عمل نمی کند یا نمیشناسد دینش را. بله این چنین مسلمان بعضی این حالت ما میبینیم که در ملت تاجیک چقدر انسان ها خودش را مسلمان میگوید، معنای مسلمانی را نمیداند، دینش را نمیشناسد، عمل هم نمیکند. و در اینجا شیخ میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آگاهی داده ایستادند به تعلیم دادن مردم به تدرج، یعنی زینه به زینه. اول از همه مهمترین رو ما باید به مردم رسانیم که این توحید است، کفر بالطاغوت است و ترک شرک است. کفر بالطاغوت این ترک شرک است. توحید الکفر بالطاغوت، یکتا پرستی، کفر بالطاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت، ترک نمودن شرک، این اولین واجبیت است، اولین مهمترین چیز است. و بعد از این کشف العالم الشبهه عن المتعلم، کشف کردن عالم شبهه رو از شاگردش. یعنی شیخ و عالم امام وقتی که به شاگردهایش درس میدهد باید شبهه های اهل باطل رو
اهل بدعت رو شبههایش رو ذکر کند و جواب بدهد. و این بود مسئله هایی که در اینجا در این زیر این حدیث آمده است. بارک الله فیکم. پس علمای نجد میگند اگر یک مرد، اگر یک انسان به سوی نماز هم دعوت کرده نشود، باید پیش از نماز اول به توحید دعوت کرده شود، پس این دلالت میکند که از همه مسئله مهمترین توحید است. توحید نباشد نماز نیست، نماز فایده ندارد. برای همین برادران عزیزم، شما دوستان خود، زن خود، زنهای موحده، شوهران خود، فرزندان خود، پدر و مادران خود، خویش و تبار خود را به سوی توحید دعوت بکنید. شینید، نصیحتشان کنید، از فضل توحید باخبر کنید، از مهمت و اهمیت بزرگی توحید باخبر کنید که بی توحید جنت در آمدن ناممکن است. بی توحید نماز و عبادت فایده ندارد. و بعد از این معنای شهادت لا اله الا الله را تعلیم بدید که نیست معبودی بر حق بجز الله. غیر از الله از کسی طلب فایده نکن، به کسی توکل نکن، به کسی ذبح نکن، به کسی دعا نکن، از کسی چیزی نطلب، فقط از الله چی کن؟ طلب نما. شفا دهنده، کسل کننده این الله است، رزاق الله است و تمام عبادتتان را تنها به الله انجام بدی. پس شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب تیسیر العزیز الحمید در شرح کتاب توحید و اینچنین در کتاب عبدالرحمن ابن حسن در کتاب فتح المجید شرح کتاب توحید ذکر میکنند که اولین واجب برای مسلمان این اخلاص است. اخلاص عبادت تنها به الله وحده سبحانه و تعالی، یعنی عبادت رو خالصا لله، عبادت رو تنها به الله، و ترک نمودن عبادت و انجام دادنش به جز الله، یعنی عبادت رو انسان تنها به الله انجام دهد و به غیر الله عبادت رو انجام ندهد. و انمین اولین دعوت است که تمام رسولانی که از نوح علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و آله آمدند همه دعوتشون همین بود. ببینید آیات ها است تمام پیامبران یک دعوت میکردن: یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم من، یگانه الله را عبادت بکنید، غیر از همین الله دیگر اله معبود ندارید. الله را عبادت بکنید، به الله سجده، به الله رکوع، طوافی که میکنید در گرد قبر نه در گرد کعبه، دعایی که میکنید نه از قبر و نه از دیگر چیز، تنها از الله. هوا پرست نباشید. البته امروز ببینید، امروز شما میگید که برادر امروز بت پرست در بین ما نیست، امروز قبر پرست شاید نیست میگید، ولی قبر پرست زیاد است. مشرکا همش قبر پرست است، اولیاء پرست است، درخت پرست وجود دارد. اما بعضی از انسان ها قبر پرست نیست، بله درخت پرست نیست، سنگ پرست و مخطوط پرست نیست، اما هوا پرست است. برای همین شیخ عبدالعزیز الطریفی حفظه الله و فک اسره به نهایت سخن بزرگی میگوید بعضی از انسان ها فکر میکنند که مشرک نیستند، چرا که اونها در گرد بت صنم طواف نمیکنند، چرا که اونها به خواهش طاغوت عمل رو انجام نمیکنند، اما بیخبرند که اونها مشرک شده اند و طاغوت اونها هوای هوس درونشان شده است. اونها در دلشان، در درونشان، در دلشان بت دارند، صنم دارند و این در دلشان بوده صنم این هوا هست، هوای هوس است، نفس. به خاطر همون هوای هوس خود تمام عمل را انجام میدهند. در گرد قبر طواف نمی کنند، در گرد هوای هوس خود طواف می کنند. به قبر سجده نمی کنند، به طاغوت اطاعت نمی کنند، اما به هوا و هوس خود سجده و رکوع می کنند و اطاعت می کنند. بله امروز چقدر انسان‌هایی هست که خودش را دانا میگیرد، متفکر میگیرد، وقتی که قرآن و سنت آمد هوایش قرآن و سنت را رد میکند، نمیگد نه، فهم من دیگر است، خودش یک پرینسیپ شخصی حرامی دارد، پرینسیپ کفری دارد که قرآن و سنت را یک طرف میگذارد. یعنی هوای و هوس خود و خواهش خودش را از دین، از توحید، از قرآن و سنت پیش میگیرد.
فهم خودش رو از فهم پیامبر صلی الله علیه و سلم، از فهم صحابگان و تابعین و تبع تابعین پیش میگیرد. با قرآن و سنت تن نمیدهد. انمین هواپرست است، انمین مشرک شده است. شرک این چیست؟ چرا میپرستد؟ هوای خود را میپرستد. شرک معنوی دارد، شرکش در درونش است. برای همین احتیاط شوید، از هواپرستی احتیاط بشوید که امروز در همین عصر این بلا بینهایت پهن شده است. سبحان الله. پس شیخ ابن تیمیه رحمه الله اجماع را نقل میکنند که اجماع تمام صحابه و تابعین و تبع تابعین اجماع کردند که دین تمام رسولان همین بود و تمام امت اتفاق کرده است که اصل اسلام و اولین چیزی که مسلمان به همون امر کرده می شود، انسان ها را به سوی همون دعوت کرده می شود، این به سوی شهادت لا اله الا الله است و ان محمد رسول الله است. یک کافر به واسطه آموختن همین کلمه، فهمیدنش، قبول کردن و تصدیق کردن و اقرار کردنش مسلمان می شود. اما یک انسانی که خودش را مسلمان میگه و از این بیخبر باشد کافر میگردد. به واسطه همین کافر مسلمان میگردد، دشمن دوست میگردد. یک انسانی که خونش و مالش حلال بود، خونش و مالش گشته حرام میشود، حفظ میشود، به خاطر همین است. پس یک قاعده بزرگ وجود دارد. این قاعده چی است؟ دعوت به سوی الله، دعوت به سوی توحید، دعوت به سوی شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله. این منهج رسولان است و منهج پیروان رسولان است. و دعوت به سوی لا اله الا الله و دعوت به سوی تحکیم شریعت، تطبیق شریعت، این دعوت بله به سوی دین الله است. پس من امروز به شما یک قضیه معاصر را یعنی بیان میکنم. قضیه معاصر بگویم یعنی یک مسئله که در همین زمان ما امروز دیده می شود و مشاهده می شود. امروز ما می بینیم بعضی از جماعت های را که خودشان را جماعت های مبارز نام میبرند و از یک جهت خودشان را باز یعنی مسلمانی و جماعت اسلامی و خودشان را مسلمان میدانند، گویا که به سوی اسلام، به سوی اصلاح دعوت کرده شدند. می بینیم که در نزد اونها از همه مهمترین چیز، اولویت ترین چیز این توحید نیست. در نزد اونها قیمت بهاترین چیز، مقصد اساسی اونها توحید نیست. اهتمام اونها درباره توحید نیست، بلکه اونها فرهنگ، ثقافت، فکری، دموکراتیا و منهج و این سلوکیات غرب را از توحید، از شهادت لا اله الا الله، از منهج پیامبر پیش میگیرند. گرچه که خودشون را مسلمان میگویند اما منهجشان این است که توحید در پایان است، توحید اصلا بیخبرند. برای همین از این نمود جماعت ها باید براءت خود را اعلام بکنیم، از اینها بیزاری بجوییم. چرا که امر رسول الله صلی الله علیه و آله آشکار بود که اولین چیزی که دعوت میکنی این باید به سوی لا اله الا الله است. اولین چیزی که در حالت اصلاح کردن ما باید به مردم فهمونیم این توحید است و غیر توحید دیگر چیزی وجود ندارد. پس مسئله دیگری که شیخ بیان کردن این بود که اولین چیزی که دعوت میکنی پیش از همه چیز این توحید باید باشد، حتی پیش از نماز. بله، حتی پیش از نماز. بارک الله فیکم. پس این بود حدیثی که حدیث معاذ بن جبل است. یک قضیه معاصر، قضیه یا مسئله همین زمان ما رو بیان میکنیم که امروز میبینید بعضی از پیشواها بگوییم، بعضی از راهبرهای گروه ها، حزب ها، جماعت ها رو میبینیم که معنای لا اله الا الله را نمیفهمد. مثلا حزب نهضت اسلامی یا که دیگر حزب هایی که برای اصلاح دعوت میکند و خودش را مسلمان میگوید، جماعت ها کدام حزبی نباشد،
اونها حتی از معنای لا اله الا الله بیخبرند، معنای لا اله الا الله را نمیدانند، به خواست لا اله الا الله عمل نمی کنند، به طلبات لا اله الا الله عمل نمی کنند. و اینچنین بعضی از دولت ها است که خودش را دولت مسلمان می نامد، اما به خواست لا اله الا الله عمل نمی کند. محکمه اش محکمه لا اله الا الله نیست، محکمش محکمه شرکی و قانونی خودش برآورده است، قانونی وضعی است. منهج تعلیمیش، تعلیم دهیش به منهج از منهج کفار گرفته شده است. حیات سیاسیش حیات سیاسی کفار است، نه به حیات سیاسی قرآن و سنت. پس اینها مستحق دولت اسلامی، مردان اسلامی، جمعیت اسلامی نیستند. اسلام از اینها بری است. معنای این سخن ما این نیست که ما یعنی مجتمعها رو، یعنی تمام مردم رو، یک حکومتی که ما گویم این حکومت کافر است، تمام مردمش رو هم والله کافر نمیگوییم. والله بالله تالله منهج ما اهل سنت و الجماعت است، هیچگاه مردم رو بالعموم تکفیر نمیکنیم. بار دیگر تکرار میکنیم، به عموم ما تکفیر نمیکنیم و به تسلسل ما تکفیر نمیکنیم. و ما اینچنین تکفیر نمیکنیم هر اون کسی رو که الله سبحانه و تعالی و رسولش تکفیر نکرده است. مثلا در زمان رسول الله صلی الله علیه و مکه این یک شهری دولت کفر بود، اما با وجود این در درونش مسلمان ها بودند. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم و اینچنین و غیر ذلك. یعنی مقصد ما چیست؟ مقصد ما این است که بعضی از انسان‌هایی هستند که دعوای حق میکنند در حالتی که خودشون در باطلند، بمانند حزب‌ها و جماعت‌ها و بعضی از یعنی کسانی که به طاغوت پرستان و بمانندی سبحان الله این جهمی و مرجعه های زمان حاضر، از مدخلی های طاغوت پرست، یا از این ملاهای حکومت پرست، یا از این حزبی ها میبینیم که خودشون در باطلند و باز خودشون رو حق میگویند. از صوفی ها و غیره خودشون در باطلند، دعوای حق میکنند، میبینیم که ظاهرشون خلاف گفته اشون است، ظاهرشون دلالت میکرد که اینها در باطل هستند، در کفر و در بدعت و در ضلالت هستند. والله اعلم. پس ببینید که زکات، نماز به انسان فایده نمیدهد تا زمانی که انسان موحد نباشد. خیلی که شیخ عبدالرحمن ابن حسن در کتاب قرة العیون الموحدین در صفحه 38 ذکر میکنند، میگند ان الزکات لا تنفع الا من وحد الله والصلاة وصلى الصلوات ونحن نقول ان الدعاء الاسلام، ان ادعاء الاسلام لا ينفع اذا لم يوحد الله التوحيد الصحيح للمدعى. یعنی زکات به صاحبش فایده نمیدهد تا زمانی که یکتا پرست نباشد، موحد نباشد. اگر نماز خوند و اگر میگن دعوای اسلام بکند، ما به وی میگیم که تنها دعوا کردن به انسان کافی نیست، بلکه باید موحد باشد، از اهل توحید باشد و توحیدش توحید صحیح باشد، فقط دعوت نه، فقط ادعا نه. سبحان الله. پس این بود مسئله. و مسئله دیگر این است که امروز در همین عصر حاضر بعضی از علما میگن تیار العصرانیین، یعنی بعضی از مرجئه ها، آنهایی که یعنی جاهل هستند، معنای توحید را نفهمیدند، حقیقت کفر بالطاغوت را نفهمیدند، آنها گمان میکنند که لا اله الا الله فقط گفتنش بس است، فقط همین لا اله الا الله گوید داخل جنت میشید، عمل نکنید هم نیست، مجرد تلفظ بس است. و اینها میبینید که عمل به لا اله الا الله نمیکند، یا که طاغوت پرست است، طاغوت ها رو موالات میکند، طاغوت ها رو دفاع میکند و حتی نظامی این عالم جدید، نظام دموکراتی کفری که او غیر این نظام علمانی رو دفاع میکند و حکمش رو ولی الامر میگد. مدخلی، مرجعی، جهمی، انا من مصیبت رو دارد. اینا فکر میکنند که توحید فقط گفتن لا اله الا الله هست، برای آنکه طاغوت پرست شده است. پس
این غلط است. این یک خطای بزرگ در فهم توحید و در رسانیدن توحید است. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در یک حلقه دیگر ما به شما یک حدیث دیگر رو بیان میکنیم که دلالت به سوی، یعنی دعوت به سوی توحید است. و